یک دختر تاجیک میگوید مقامات انتظامی شکایت‌های او درباره تجاوز جنسی شدنش را نادیده گرفتند و به دادش هم نمیرسند. جوانی که به تجاوز متهم شده است به گفته سیوره کریمووا اول وعده داد با او ازدواج میکند ولی سپس به مهاجرت کاری به روسیه رفت. سیوره راضی شد آشکارا درباره این حادثه با رادیوی آزادی صحبت کند، کاری که دختران تجاوز شده در تاجیکستان از ترسی بدنامی نمی کنند. گزارش شهلوی عبدالله و زرنگیز نوروزشاه درباره همین دختر است. زیخ میشم. خیلی من آرزو داشتم منم تقایم به تکلم کردم که همین در به فتح سفر برم یکی ما عبورشون یک چی کردم. سیوره 14 سال داشت. مادرش در مهاجرت کاری بود. از مکتب برمیگشت. جوانی با بهانه تا خانه رسوندن او را به ماشین سوار کرد و جای دیگر برد. بعد خانه خالم میرفتم مرا تو سر ماسه میبرد ایجا. بعد یکم گفت مغازه میرم، گفت خشلا مغازین درآمد ارسیکالا خرید. نمیخرید گفتم میخرم. ما ارسیکالا خریدم خواهم برد. عبید بود خواهم برد. بعد چند خواهم میخواستم طرف کالخوز ادیرو دایم. بعد خواستم گیره کردم گفتم تو مرا چیکو کردی؟ سوسن کاتیش گپ زدم هیچ کنه کردم نه ترس ما تیا میگیرم. هم خیلی گپم گفت من خودم نفهمیده بودم. بعد اینجا آمدم فرامدم ای تاکسی ای ماشینش فرامدم راه در دختره گفت که اپا گفت پشت کرتات خونه. با همجا دم عقلم نمیگرفت او چیه او چی خلیش دیگه اگون چرا عقلم نمیگرفت. با آور فراور من اومدم خونه خودم دلم خودم دور رفتن گرفت. سیوره ادعا دارد تجاوز شده است. بعد آشکار شدن حادثه زیر طعنه و ملامت خویشان و مردم ماند. هم پدر و مادر دستگیری نمیکنند، هم خودش ضرر جسمانی و روانی دیده است، هم جامعه قبول نمیکنند. بعضا در مکتب هم میفهمند مثلا با یگان دوگانه‌اش گفته باشد در بین دوگانه ها همسنفان آوازه می شود. مکتب در معلمات در مجلس گپ میزدن من طلبه دخترها آبشی مجلس دخترها میشه میگفتن که خیرنگ هم نشوین هم دخترم خیلی شد. با من هم میامدن دخترها میگفتن که در مجلس تر گپ زدن روستای تا خیلی شده. باشو دیگه نرفتیم. بعد دیگه نرفتم. ما کتی همسایه در بدای خودم گپ زدن دیدم. اقربای سیوره جای شکایت به پلیس برای به قبل خودشون به آبرو نشدن راهی مصالحه جستند. اون طرف هم گویا راضی شد به شرط ننوشتن شکایت سیوره را کلین کنند. برای هم عذابش خواهد کردم که میگیرم از سرم نگیر فکر خرف مسکو. حالا اقربای سیوره پشیمانند که سازش کردند. بهتر می بود به پلیس شکایت میکردند. موضوع حفظ ناموس یگانه مانع برای بررسی حوادث تجاوز جنسی در تاجیکستان نیست. پنهان میکنند و بعد چند سال گپ میزنند، یعنی جنایتکار رو علاقه یافتن غیر امکان است. به قول حقوق شناسان نورسان در سیمای والدین دوستان خود را نمیبینند و پدر و مادر هم به وقوع آن دختر را مذمت میکنند. کودکان تنهایی میجویند، از آدمان دلخنک میشوند، از با یار و رفیقان دیگر به یگان کس باور نمیکنند و آهسته آهسته همین خیل بعد خودشان رو با دست خودشان به راه بد میبرند. در 2 سال اخیر در تاجیکستان 120 حالت علاقه جنسی با نابالغان و تجاوز به قید گرفته شده است. اما مقامات نگفته است که چند تای آن اثبات خود را یافت.